ببخشید اصلاح اجباریه، چون موهای منو فقط مامانم کوتاه میکنه. بفهمه جای دیگه کوتاه کردم خیلی ناراحت میشه. نه بابا، اگه کارش خیلی درسته بگو ما هم بریم پیشش. تو که موهات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه. آره موهات هم که اصلا احتیاج به کوتاه کردن نداره. بتمرگید سر جاتون، حرف نامربوط زد کتک خورد. بتمرگید آقای قاضی، به پیغمبر من کنار ماشین خودم وایساده بودم، اصلا من کاری با اینا نداشتم. من اصلا شوهر این خانومو با رفیقاش نمیشناختم، یه دفعه ریختن سر من شروع کردن کتک زدن. من اصلا شوک شده بودم. وسطاش فهمیدم قضیه ناموسیه. گفتم حالا مرد غیرتی شده، تحمل کردم، چی نگفتم، هی کتکم زدم، هی زدن، چی نگفتم. آقای قاضی خدا شاهده به قصد کشت داشتم من میزدم، بازم چی نگفتم. تا جایی که فحش مادر داد دیگه نفهمیدم چی شد. سفید عین کف بهشت، اما هنو بغض تو گلو من پزشت. آخه این روانی تو قصرم باشه، غربت تازیانه رو میزنه بهشت.